چاق شدم. نمیتونم بنویسم، نمیتونم عاشق شم. برادرم داره میمیره. برادرم داره میمیره، عشقم داره میمیره. منم که دارم هر دوشونو میکشم. از قرصایی که میخورم میترسم. از خودم میترسم. نمیتونم تنها بمونم. نمیتونم دیگران رو تحمل کنم. رأس 4:48 دقیقه. 4 4 8 4 4 8. وقتی افسردگی میاد سراغم خودم حلق آویز میکنم. با صدای نفسهای عشقم. نمیتونم زندگی کنم. نمیتونم زندگی کنم. نمیخوام بمیرم. ماریا منتظری. والا ما هیچ رزومه‌ای ندارم چون اصلا تا حالا کار بازیگری نکردم، ولی تا دلتان بخواه عشقش دارم. یعنی از همون بچگی که ما بودم این فیلم ها اینا نگاه میکردم هم دلم میخواد جای تک تکشان بازی کنم. این برنامه خالد شادونه هم پورنگ بود، اصلا دلم میخواد جای بچه ها حتی اونجا بشینم. اینقدر که دلم میخواست همین تو تلویزیون و اینجور چیزا باشم، ولی خانواده هم اجازه نمیدادن. ما هم حالا گفتم نگاه میکردیم توی این کانال مالله تلگرامی بودن، فراخوان مراخوان میذاشتن. ما به چند تاشون هی پیام میدادم، هی میگفتم فلان اینا، قبول نمیکردن. حالا الان شما که پیام دادم به اتفاقا به ننه آقام هم که گفتم، ننم هم مخالفن دیگه، میگن که ها خوب نیستش و اینا دیگه. کلی گریه و التماس زاری کردم، گفتن که حالا تو ویدیو تو بفرست اگه قبول شدی. میدونی اینا فکر نمیکنن که مثلا حالا ما بتونم قبول شم اینا، ولی خب ما اصلا امیدم از دست نمیدم. حالا گفت اگه قبول شدی ما با بابات صحبت میکنم که حالا بری اگر مثلا چیز بشه. بعد خیلی ما دوست دارم که بتونم مثلا با شما کار کنم، مثلا با هم تو این فیلمات سینما پرده سینما بیفتم اینا. بعد یه چیزی که ما همیشه خیلی قصه‌شو میخورم، ما کوچیک که بودم یه دختر خاله داشتم، خیلی با هم دیگه صمیمی بودیم، با هم بازی میکردیم اینا. بعد این همیشه ازش میپرسیدن که میخواین شما دوتا چی کار بشین بزرگ شین؟ میگم من میخوام دکتر شم. و من اصلا بچگی گفتم من دوست دارم بازیگری کنم، مثلا برم تو تلویزیون و از این چیزا. بعد او الان داره تهران درس میخونه بازیگری. ما اینجا بغل ننه آقام نشستم. بعد هرچی هم بهشون میگفتم که من برم تهران درس بخونم اینا، هم گفتن که چه معنی میده دختر بخواد بره تهران درس بخونه. ولی خب هم عشقش دارم دیگه، حسادت نمیکنم ولی یه ذره قصه میگیره این دل آدم. مثلا اون دل اونجا درس میخونه. یه فیلم هم اتفاقا چند وقت پیش ازش بود، تو سینما رفتم دیدم، خوشحال شدم ولی یعنی آدم قصه میخوره دیگه. آرزوی ما رو داره زندگی میکنه. حالا نمیدونم دیگه بعد چی بگم. این ویدیو رو ما براتون میفرستم، امیدوارم که خوشتون بیاد، به دردتون بخوره. خلاص مرسی. به نام خدا، اسمم جواد شقاقی، بچه پایین شهرم. به بازیگری علاقه دارم، از بچگی علاقه داشتم. من از همه‌شون بهتر اونایی که اون بالانچرا یا پول دادن یا پارتی. هر کدوم هم چون با پارتی و پول رفتن جلو، 4 نفر فکر میکنن بازی میکنن، دارن نگاه میکنن، در اصل که همش مصنوعی. حالا میخواید من یه تست بدم متوجه شین که بازیگری چون مثال میفروشی. ای بوده اندونه بوده بالا، بودو پندونه خوب شیرین آوردم، گوجه سفت سالادی، بودو زن و بچه دار بودو بیا، بودو پیاز واسه هر خونه نیازه. این مثلا یه دونه که دیگه براتون تست بیام. مثلا خدایا یا نونوادی که اینجی تکون میخوره